دوستان عزیز و مهربان انا نگاه کنید. ما حاضر صحیفه ما باز میکنم، میبینید. خوب انی تو رسانه تاج گلوبال کامیونیتی هر چیز روان کنید من میبینم. انا کنون داشت ما باز میگم که ما اینو باز کردیم برای روی نیک یا که کمک باز شروع شده است در اینجا. خوب گفتنی بودم که باز شروع شده است در اینجا چیزایی رو پخش کرده ایستادن که چطور کشورها رو تایل کردن، چی بود وای کردن، جدا کردن از یکی دیگرش. باز هم این موضوع بخوروی شریف و سمرقند، باز هم این موضوعی کنه. از شما التماس میکنم هر کسی که در اینجا در فیسبوک در ما در گروپ چیزا رو روان میکند امی تو مدرن باشد، زمانوی باشد، پرسد یک چیز خبردار شود، آدم کمک بگیرد از این گروه. مثال این چیزا رو دیگه لطفاً جمع کنیتون، دیگه بس کنیتون دیگه. اینجا برای چی این چیزا روان میکنیتون؟ برای شما که کمک است. مثال بازم این گپ ما رو در وقتش جدا کردن، مرز گذاشتن، چیکارا کردن. شاید 2000 سال پیش خدا میدونه چیکارا نشده که مثلا نه گذشته رو فراموش، آینده رو احتیاط گفتین. درست است که تاریخ باید یاد کنیم، اما این گفتگیش نیست که چیزایی که گنده بوده گشته در یاد مردم آورده نفرت رو زیاد کنه در بین مردم.